پنجمین امام شیعیان باقر العلوم سلام الله علیه را محضر فرزندشان حضرت حجت ارواحنا له الفدا و همه شیعیان و پیروان اون حضرت به ویژه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. امروز 36مین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می باشد. فردا 15 خرداد هم سالگرد شهدای مظلوم 15 خرداد هست و روز جمعه هم شهادت جانسوز سفیر باوفای امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه و هانی ابن عروه می باشد. از طرف خودمون این مناسبت ها را به محضر مولایمون حضرت مهدی ارواحنا له الفدا تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و به ارواح طیبه شهدا همه با هم صلواتی اهدا می کنیم. محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب سخنی که من امروز محضر شما عزیزانی که در جلسه شرف حضور دارید و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی این سخن را دریافت میکنن به مناسبت 36مین سالگرد ارتحال امام تحت این عنوان است: الگوپذیری از سیره عملی امام خمینی است. این موضوع را خوب دقت داشته باشید. الگوپذیری از سیره عملی حضرت امام می باشد. سروران محترم، اگر قرآن در سوره ممتحنه آیه 4 می فرماید قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه، میگه اگر اسوه تاریخی میخواهید به شما معرفی کنم، ابراهیم و پیروان ابراهیم میباشد. قد کان لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه. و اگر قرآن در سوره احزاب آیه 22 چنین میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، پیامبر خاتم رو به عنوان اسوه و الگو معرفی می کند، اما برای کسانی که میخوان امید به خدا پیدا بکنن و امید به آخرت، یعنی کسانی که میخوان مبدأ و معاد خود را درست بکنن، اسوه برای ایشون پیغمبر اکرم می باشد. اما سوال این است که آیا الگوی بشریت منحصر در ابراهیم و پیروان ابراهیم و منحصر در آقا رسول خدا می باشد؟ پاسخ بنده این است که گرچه ابراهیم و حضرت رسول اسوه اتم هستند، اسوه اکمل هستند، اما اسوه و الگو منحصر در اینها نمی باشد. چرا؟ چون وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه روزی به فرزند برومندش حسین ابن علی ابن ابی طالب چنین فرمود: یا ابا عبدالله، خیلی این سخن زیباست، یا ابا عبدالله اسوة انت قدما، ای فرزند دلبندم، ای حسین،
تو از قدیم الایام اسوه و سرمشق برای دیگران بوده ای. یعنی زمانی که خود علی بن ابی طالب در حیات است، فرزندش حسین را نمی فرماید در آینده الگو هستی، نه، از قدیم الایام توی حسین را خدا الگو برای دیگران قرار داده است. و خود وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه در یک نامه‌ای به مردم بصره این جمله نورانی رو فرمود: لکم فیه اسوتون. آی بشریت، اگر دنبال اسوه و الگو هستین، لکم فیه اسوتون، در وجود من حسین برای همه شما اسوه و الگویی هست. یعنی وجود من حسین اسوه و الگو برای شما هستیم. این دو آیه و این دو روایتی که خوندم این مطلب را میرساند که خداوند برای این که اتمام حجت برای بشریت کند، در هر مقطع زمانی یک اسوه ها و الگوهایی رو قرار میدهد که دیگرانی که دنبال سعادت هستند اقتدا به این اسوه ها و الگوها بکنند. اما اسوه و الگو منحصر در انبیا و معصومین نمی شود. گاهی اوقات در غیر معصوم هم انسانهایی پیدا می شوند که به عنوان الگو و اسوه برای دیگران می شود، که در قرن اخیر و در عصر حاضر خدای متعال از تبار پیغمبر، از تبار علی و اولاد علی، یک نفر رو معرفی کرده است به نام روح الله که او میتواند اسوه و الگو برای همه باشد تا شما با الگوگیری از زندگی او سعادت دنیا و آخرت رو به دست بیارید. با این مقدمه کوتاهی که عرض کردم، موضوع سخنم در این جمع نورانی این است که از امام چه الگویی ما میتوانیم بگیریم. من دیشب از روح بلند امام استمداد جستم که مطالبی که برای این جمع نورانی مفید است به ذهنم القا کند. سیری کردم در رابطه با الگوپذیری از سیره عملی حضرت امام. در 4 حوزه ما میتوانیم از سیره عملی امام الگو بگیریم. اینا رو دوستانی که اهل یادداشت هستن، اهل تحقیقن، بنویسن. واقعا امام به عنوان یک حجت است. الان قبل از این که بیایم، مقام معظم رهبری خلف صالح امام یک جمله‌ای گفت امام یک غافلگیری جهانی ایجاد کرد، چون ابرقدرت‌ها اصلاً به مخیلشون خطور نمی‌کرد که یک طلبه ساده بدون تجهیز به تجهیزات نظامی و امثال اینها بتواند از حوزه قم سر در بیاره و به مدد الهی و کمک مردم انقلابی رو به وجود بیاره. بله، ایجاد انقلاب توسط امام و همراهی مردم گفت قدرت‌ها را غافلگیر کرد. من از این پیام و فرمایش حضرت آقا یه نکته را استفاده کردم تحت عنوان غافلگیری و امید آفرینی. غافلگیری و امید آفرینی. امام دشمنان را غافلگیر کرد. بله، دشمنان رو غافلگیر کرد، اما دوستان و محرومان عالم را امید آفرید. به همه این امید را داد که می شود با توکل بر خدا بر همه چیز انسان فائق بیاد. اما تو این 4 محور ما می توانیم امام رو الگو قرار بدیم. 1. سیره فردی. سیره فردی ما می توانیم از امام درسایی بگیریم. امام کی بود؟
چه کرد؟ دو، در سیره خانوادگی رفتار امام با همسر چگونه بود؟ رفتار امام با بچه ها چگونه بود؟ رفتار امام با بستگان چگونه بود؟ سیره خانوادگی. سوم، سیره اجتماعی. بله، امام یا آدم منزوی گوشه‌نشین نبود. امام در بطن و متن اجتماع بوده است. خب انسان در این ارتباط اجتماعی و زیست اجتماعی چگونه انسانی باید باشه؟ امام در این صحنه هم میتونه برای ما الگو باشه. چهارم، سیره سیاسی امام. چون امام برخواسته از حوزه است که اون حوزه منبعث از دینی است که میگه بین دین و سیاست جدایی نیست. امام حکومتی تشکیل داده است که خواهان ارتباط با جهانه. حالا چه کشورهای حوزه اطراف ایران، چه کشورهای دور از ایران، یعنی کل بین الملل اسلام میتواند رابطه داشته باشه. اما این رابطه سیاسی اسلام با جهان باید چگونه باشد؟ سیره امام برای ما درسه. پس در 4 حوزه ما میتوانیم از عمل امام، از رفتار امام درس بگیریم. سیره فردی، بفرمایید، سیره خانوادگی، سیره اجتماعی و سیره سیاسی. من چون وقت زیغه بخواهم در هر 4 بعد نمونه ها براتون معرفی کنم چند ساعت وقت لازمه، اما من برای هر بخشی چند نمونه رو عرض میکنم. اما در سیره فردی فقط این نمونه ها رو من عرض میکنم. 1. حسن خلق. حسن خلق. افرادی که با امام ارتباط داشتن در همون اولین برخورد جذب امام میشدن. رفتار امام به گونه‌ای بود که انسان جذب امام میشد. حسن خلق، اخلاق شایسته. 2. عفو و گذشت. امام توهین به مقدسات رو تحمل نمی‌کرد، واکنش نشون میداد. توهین به دین را تحمل نمی‌کرد. اما اگر کسی به او جسارت می‌کرد، به شخص ایشان، از حق شخصی خودش می‌گذشت. چرا؟ چون قرآن وقتی انسان‌های الگو رو میخواد معرفی کنه میگه والعافین عن الناس. بندگان شایسته خدا کسانی هستند که در حقوق شخصی اگر به اونها ظلم شده و طرف اومد عذرخواهی میکنه اهل عفو و بخششن، اهل کینه نیستند. امام اهل عفو و گذشت بوده است. سوم، این سومی رو خوب دقت کنید، عطوفت و مهربانی، اما در عین صلابت و قاطعیت. عطوفت و مهربانی در عین صلابت و قاطعیت. نسبت به دیگران خیلی با محبت بوده، اما در جایی که ببینه طرف داره منحرف میشه اونجا با صلابت و قاطعیت بفرمایید وارد میشه. این خیلی مهمه که انسان مهربانیش قانونمند باشه، عطوفتش بی حد و حساب نباشه. نه، مهربان هست، محبت هست، اما در چارچوبه. بله، که دیگران از این مهر و محبت او سوء استفاده رو نکنن. صلابت و قاطعیت. 4. تواضع. بسیار بسیار آدم متواضعی بوده است. نسبت به کی؟ بله، همانند جدشون رسول الله که قرآن میفرماد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. نه، نسبت به خودی ها که می‌رسید اهل، بفرمایید، تواضع بوده، اهل فروتنی بوده است. تواضع و فروتنی. 5. اینو ما طلبه ها سر لوح کار خود قرار بدیم. توکل. انسانی که میخواد انقلاب به وجود بیاره، میخواد پنجه در پنجه ابرقدرت ها بندازه،
و کم نیاره باید وصل به مبدأ قدرت باشد که الله تبارک و تعالی است. پیغمبر فرمود من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. کسی که دوست داره قوی ترین انسان ها باشه کم نیاره فلیتوکل علی الله. پس باید توکل بر قدرت. و خود خدا هم وعده داد و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که به من توکل کنه من هواشو دارم، من کمکش میکنم. امام اهل توکل بوده است. ششم، اخلاص و خدا محوری. اخلاص و در یک جا فرمود تا الان یک قدم من برای مرجعیت بر نداشتم. خیلی حرفه. همه کارهای امام برای خدا بود. قوموا لله. او بیشتر به عنوان یک انقلابی معروف است. قوموا لله. این قوم که می قیام بکن منظور ایستادن نیست، یعنی تمام حرکات و سکناتت باید برای خدا باشد. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. همه کارات باید رنگ خدا. وقتی مردم می آمدن محضر ایشان شعار می دادن، ابراز علاقه می کردن، این دستی که تکان می دادن، این تکان دادن دستم برای رضای خدا بود. لبخند به مردم می زد، این برای رضای خدا بوده. وقتی تشر به ابرقدرت ها می زد، اونم برای خدا بوده. اخلاص و خدا محوری. هفتم، اطمینان و آرامش خاطر. اطمینان و برادران، در جنگ 8 ساله خرمشهر رو اشغال کرده بودن. دشمن خرمشهر رو، امام میخواست بره نماز بخونه. فرماندهان نظامی با بیت امام تماس گرفتن که یک جوری مسئله رو به امام بگن. اونا موندن که چی بگن، نکنه چون امام مشکل قلبی هم داشت الان بگیم که خرمشهر سقوط کرده است، بله، نکنه حال امام بد بشه. با حال گفتن. دیدی عکس العمل امام چی بود؟ خب جنگ دیگه، دشمن آمده یه سنگی انداخت، الله اکبر، نمازشو بست. الا بذکر الله تطمئن. یعنی اون روزی که دشمن خرمشهر را گرفت هیچ تغییری در امام به وجود نیامد که انسان آثار ترس را ببینه. خرمشهر چه کار کنیم؟ دست و پاشو گم بکنه. یه روزی همین خرمشهر رو رزمندگان اسلام آزاد کردن. باز گفتن زودتر به امام بگیم امام خوشحال بشه. وقتی آزادی خرمشهر رو به امام گفتن حتما برید پیش مادرتون. البته اینا خدا خرمشهر رو این اتاق اون اتاق بودن، نه اینکه فاصله. خدا خرمشهر رو ایشون هیچ بین زن و مرد، یعنی نه زمانی که خرمشهر سقوط کرد امام تغییر کرد، بین تو منزل، تو خانواده، خودشو باخت. دختر زمانی و که پسر خرمشهر آزاد شد، نه یک سکینه و قار و اطمینان داشت. چرا؟ چون وصل به خدا بود. الا بذکر الله تطمئن. هشتم، با طلبه ها خوب دقت کنید. دیشب من داشتم اینا رو یادداشت میکردم، والله از خودم خجالت میکشیدم که بزرگان ما در حوزه چه بودن، ما الان چه هستیم. عبادت و معنویت امام، عبادت و معنویت امام. نماز اول وقت ایشون قبل از انقلاب، خوب عنایت کنید، مقید بود نمازهای 5گانه‌اش رو حدالمقدور به جماعت بخونه. ظهر و عصر رو می اومد تو فیضیه پشت سر آیت الله سید احمد زنجانی می خوند. نماز مغرب و عشاء را در حرم به امامت آیت الله العظمی سید محمد تقی خنساری می خوند و نماز صبح را در حرم به امامت آیت الله العظمی سید صدرالدین صدر می خوند. گرفتی؟ ظهر فیضیه، مغرب عشاء حرم،
نماز صبح هم امام وقتی میخواد امام بشه دوره جوانی خودش رو اینجور ساخت. حالا گاهی اوقات بیخ گوش ما نماز جماعت برپا میشود، اما ما کاهلی میکنیم، در نماز جماعت شرکت نمی کنیم. تو خونه چرا ما نباید مطلبان نماز جماعت داشته باشیم؟ یعنی شما به عنوان اهل علم جلو بیفتید، زن و بچه پشت سرتون نماز بخونن، نماز جماعت. در ایام اقامت در نجف مغرب عشا را در مدرسه آیت الله بروجردی و نماز ظهر و عصر را در مسجد شیخ انصاری خود به عنوان امام جماعت میرفت و اقامه نماز جماعت میکرد. نگفت من از ایران تبعید کردم به نجف دیگه من دست از کارا بردارم. نه، وقتی میخواد با طاغوت در بیفتی باید تقویت روحی پیدا کنی و مهمترین عامل تقویت روح نماز است، چون انسان رو به معراج میبره. بازم بگم من این جمله را دیدم خجالت کشیدم. بعد از 15 سال از پاریس وقتی میخواست بیاد ایران، در سفر از پاریس به ایران تو هواپیما نماز صبح را امام به جماعت خوند. گرفتید؟ اهمیت امام به نماز اول وقت، اون هم نماز جماعت. نماز شب امام، شب 15 خرداد رژیم عمر حمله کرد به خانه امام، نصف شب امام رو دستگیر کنه ببره. به نظر شما امام در اون موقع مشغولی چی بود؟ مشغول نماز شب بود است. مشغول نماز شب بود است. خودش میگه منو دستگیر کردن، از قم میخواستم ببرن تهران. اونا 4 نفر بودن، من 1 نفر بودم. شما از قم وقتی میخواید تهران برید جهت قبله خلافه، یعنی قبله پشت سر شما میفته. میگه من یه وقت دیدم که نزدیک آفتاب طلوع کنه، گفتم آقا بیستید من نمازمو بخونم. گفتم ما اجازه نداریم. توقف کردن، اجازه ندادن من از ماشین پیاده بشم وضو بگیرم. و فقط در ماشین رو باز کردن، من خم شدم، دستان زدم زمین، تیمم گرفتم. ماشین حرکت کرد، در حال حرکت در خلاف جهت قبله من 2 رکعت نماز صبح خوندم که قضا نشود. بعد امام میفرماد تنها نمازی که من امید دارم مورد قبول خدا واقع شده باشد همین 2 رکعت نماز صبح می باشد که در مبارزه با طاغوت و در چنگ طاغوتیان من اقامه نماز کردم. اسیر بود ولی نمازشو ترک نکرده. اهمیت دادن به معنویت ها، نماز اول وقت، اون هم به جماعت. انس با قرآن رو که شما الان مشغول هستین، باز این رو هم دیدم من خجالت کشیدم. در رابطه با انس قرآن امام در 3 محور توجه داشت. در 3 محور در انس با قرآن شما عزیزانی که آینده میخواد مربیان طرح قرآن در حوزه ها باشید، فرمود در 3 محور: قرائت، تدبر، عمل. گرفتی مطلب رو؟ امام پیش از این که به دیگران بگه قرآن بخوانید خودش اهل قرائت قرآن بود، اما نه تنها فقط قرائت میکرد همراه با تدبر بود. نه قرائت و تدبر، نه قرآن را میخوان که عمل هم بکنید. چقدر زیبا میشه این مثلث رو در نظر بگیرید: قرائت، تدبر، بفرمایید عمل. ایشون در ماه مبارک رمضان ملاقات ها رو تعطیل میکرد. بله، هر 3 روز یه ختم قرآن می‌داد. الان من یه سوال میکنم، خودتون پیش وجدانتون جواب بدید. ماه رمضانی که گذشت تک تک ماها چند تا ختم قرآن دادیم؟ شاید بعضی ما اصلا به سمت قرآن هم نرفتیم، چند جز قرآن هم نخوندیم. اما این مرد
هر 3 روز یه ختم قرآن و در یک ماه رمضان این پیرمرد 90 ساله 10 تا ختم قرآن می‌کنه. این مرد میتواند پنجه در پنجه قدرت ها بندازد، بگوید هیچ غلطی نمیتونه بکنه. دعا، این رو هم یادگار از امام داشته باشید. از دعاهای رسیده از معصومین به عنوان قرآن ساعد یاد میکرد. بله، قرآن کتاب صامت، دعا قرآن ساعد. ساعد یعنی بالا رونده، یعنی از پایین داره میره بالا. در میان دعاها به این چند تا دعا خیلی علاقه داشت. یک، دعای کمیل. اساتید بزرگوار، طلابی که صدا و تصویر ما رو دارید، شبهای جمعه میگذرد، آیا اهل دعای کمیل هستیم یا نه؟ امام اهل دعای وقتی اینجاها میرسد الهی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، اینجا خودش معرفی میکند. آخرای دعا وقتی به خدا میرسد غف علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی. بله، با دعای کمیل سر و کار داد، اونجور شجاع شده. دعای کمیل، مناجات شعبانیه. امام این فقره از دعای شعبانیه رو خیلی، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر قلوبنا، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خدای یه مرحمتی بکن، من کمال انقطاع از خلق پیدا بکنم، فقط متوجه تو بشن. اون روزهای آخر عمر شریفشون یواش یواش ملاقات با خانواده هاشون رو کم کرده. حتی بعضی گفتن اون نوه کوچیکشون علی آقا رو گفت دیگه برای من نیاری، چون خیلی به علی علاقه داشت. میخواست همه این علاقه ها قطع بشه، این علاقه فقط و فقط وصل به خدا بشه. مناجات از که من دیشب خجالت میکشیدم، گفتم نمیدونم حالا من در طول عمر 43 سالگی طلبگی چند بار این مناجات شبانیه رو خونده باشم، اما امام میخوند، انس داشت. علاقه خاصی به دعای عهد داشت. دعای، بله، سربازی که هر روز صبح عهد با فرماندهش امام زمان ببنده، او در طول روز مراقب است که خلاف رضا و نظر فرمانده عمل نکنه. بعد سفارشی هم کرد و سفارش میکنم هر کس به من علاقه داره و بعد از من میخواد یک کاری برام بکنه، به نیت من 40 روز دعای عهد رو به نیابت من بخونه. دعای عهد، عشق و علاقه به دعا. شیفتگی به اهل بیت، شیفتگی به اهل بیت، تقید به زیارت و توسل. این دوتا رو بگیرید، تقید به زیارت و توسل. شنیدید در نجف هر شب، مگه موانعی که مریض میشد و مشکل پیدا میکرد، هر شب ساعت 9 امام مشرف میشد به حرم علوی و زیارت جامعه کبیره را میکرد. پسر از حاج آقا مصطفی یک شب دیدیم هوا خیلی سرده، میگه به پدرم گفتم مگه شما عرفا نمیگید بله آدم باید قلبش سفر داشته باشه، بعد مسافت مهم نیست. امشب رو همین خونه سیمتو وصل کن. آقا دیده چی گفت؟ آقا مصطفی بذار تو این زمینه من مثل عوام مردم باشم، عوام مردم باشم، لباس بپوشم، قدم بزنم، برم کنار ضریح مقدس علوی اونجا عرض ارادت کنم. امام اهل زیارت بود و اهل توسل بود. به حادثه تلخی قبل از انقلاب رخ داد تو ایران، معروف شد به حادثه 17 شهریور. امام دستور داد فردا همه بریزن بیرون. مرحوم آیت الله طالقانی میگه من تماس گرفتم با امام در پاریس، گفتم آقا حکومت نظامی، مردم بیان بیرون کشتار رخ میده.
فرمود بریزم بیرون، کشته شوم. گفت من یه وقتی که از زیاد اصرار کردم یه جمله امام گفت که آقای طالقانی اگر دستور از جای دیگر باشه چه میگید؟ یعنی این من نیستم میگم مردم بریزید، من از جای دیگر دارم فرمان میگیرم. کجا به این مقام رسید؟ از زیارت و توسل. زیارت و توسل. چقدر فرصت ها ما تو قم داشتیم، هفته میگذشت زیارت نمیرفتیم، 2 هفته میشد زیارت نمیرفتیم، ماه میشد زیارت نمیرفتیم، ولی امام نماز مغرب و عشا و نماز صبحش رو تو حرم حضرت معصومه میخوان. باید تقویت بشه. زهد و آراستگی، زهد و آراستگی و نظم در زندگی داشت. اینا مسائلی بود در رابطه با امور خدمت شما از کنیم که فردی. یک قدری هم در رابطه با الگوی امام. یه چیز هم بگم، اهل ورزش بود امام اهل ورزش هم بود. معتقد بود که عقل سالم در بدن سالم است. قبلا کوهنوردی دوره جوان بود، فوتبال، شنا، ورزش باستانی و کشتی میگرفت. اما وقتی پا به سن گذاشت کوهنوردی و پیاده روی داشت، ولی پا به سن گذاشت هر روز 1.5 ساعت پیاده روی میکرد. با چی؟ بله، هم به جسم میرسیده هم به روح خودش. این اخلاق فردی. اما اخلاق خانوادگی سریع من عرض میکنم. یک، رفتار با همسر. رفتار با همسر. آقایون، اگر همسر انسان بدون ترس و بدون تعارف بیاد یک شهادت بده که این همسر خوبی هست. همسر امام نزدیک به 60 و 70 سال با امام زندگی کرد، میاد به خوبی شهادت میده به اخلاق پسندیده امام. من یه نمونه میخوام بگم. امام در سال 1312 بله، در سال 1312 جوان بود، ازدواج کرده بود، از طریق لبنان میخواد سفر مکه بره، اما همسرش همراهش نبود. یک نامه نوشته خیلی قشنگه، خطاب به همسرش. شما الان 1 هفته از همسرتون دورید، به چنین نامه عاشقانه یا تلفن عاشقانه به همسرتون زدید یا نه؟ امام الان آدم میشنم که امام اینجور رفتارا میگه بله. نوشت: همسر عزیزم، تصدقت شوم، الهی قربانت بروم، نور چشم من، قوت قلب من، عزیز من. به کی میگه؟ به همسرش. آقا این کارا اشتباهه؟ نه، پیغمبر جدشون فرموده است مردی که به همسرش بگه انی احبک، من دوست دارم، این جمله شوهر از قلب زن بیرون. بعضی از ما عبوسن غمتری را هستیم، از عبوسن مثلا بلد نیستیم به همسر جملات عاشقانه بگیم. خیال میکنه اگر بگیم شخصیت ما میاد این جملات امامه، اگر میخوام اسوه و الگو بگیریم این امامه. بعد میده آخرش یه اظهار تأسف کرد، براداش میرد یه اظهار تأسف کرد از همسرش که تمام ناراحتیم اینی که چرا تو همراه من نیستی. این فقط ناراحتم، همه چی خوبه مهیاست، ولی از این که تو کنار من نیستی من ناراحتم. 2، رفتار با فرزندان. رفتار با فرزندان. بعد از پیروزی انقلاب میگه هیچگاه خانواده و محبت به فرزندان رو فراموش نکرد. نگفت که حالا انقلاب شد من رهبر انقلابم، دیدار دارم، چی. نه، اونا سر جای خودش. یه خاطره براتون بگم. حد الامکان سعی میکرد غذا رو با همسرش بخوره. نماز ظهر رو میخوند، تقریبا گفت نزدیک ساعت 2 بعد از ظهر میرفت با خانومش. میگه یه وقت خانومش رفت منزل شهید قدوسی رضوان الله تعالی علیه. امام ساعت 2 اومد دید خانومش نیست، غذا هم آماده.
گفت خانم کجاست؟ گفت رفت منزل آقای قدوسی. خود به خود باری اگه ما باشیم چه کار میکنیم؟ حالا که رفت من میخورم. امام دست به غذا نزد، 1 ساعت صبر کرد، ساعت 3 خانومش برگشت. خانومش تا این صحنه را دید، دقت کردید؟ تعجب کرد. آقا نخوردی؟ گفت نه، صبر کردم با تو بخورم لذتش بیشتر باشه. عجب. اونی که میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتون بکنه، پنجه در پنجه دیگران میندازه، اون مرد سیاست، اون مرد اجتماع، اما توی منزل با خانومش اینقدر با احترام برخورد میکنه. رفتار با سایر خویشاوندان مثل برادر، خواهر. ایشون یه برادر بزرگتر از خودش داشت، آیت الله پسندیده، فرمود ایشون سمت پدری بر من داره. وقتی میخواستن یه جا برن، امام اول برادر بزرگترشون رو میستادن جلو، بعد خودش پشت سر میرفتن. نمیگفت الان من رهبرم، نه، برادر بزرگتر حکم پدر رو داره، باید احترامش رعایت بشه. به دیگران هم توصیه میکرد که حرمت، به سید احمد و دیگران توصیه میکرد حرمت عمو رو نگه بدارید. این مقدارم در رابطه با سیره خانوادگی. اما سیره اجتماعی امام، سیره اجتماعی امام: 1. احترام ویژه به مراجع تقلید. احترام ویژه به مراجع تقلید. گاهی برخی شاگردانش ایشون رو دعوت میکردن برای مهمانی، ایشون میفرمود من میام به 2 شرط. خیلی قشنگ اینو یاد بگیرید طلبه ها. گفت به 2 شرط من میام مهمانی شما. 1، تو این جلسه بحث علمی نشه، بحث علمی نشه. گفت ما از شنبه تا چهارشنبه داریم، صبح و بعد از ظهر، پنجشنبه جمعه باید این ذهن آرام بشه، بحث علمی نشه. 2، در این جلسه غیبت احدی نشه، خصوصا مرجع تقلید. امام برناشفت. بله، حرمت مراجع حفظ بشه. 2، در برخورد با مخالفان و دشمنان ذره کوتاه نمی اومد، ذره کوتاه نمی اومد. سلمان رشدی مرتد آیات شیطانی نوشته بود. اول کسی که فتوا به قتلش داد کی بود؟ امام بود. 11 کشور اروپایی به عنوان اعتراض سفرای خودشون رو از ایران فرا خوندن. امام فرمود همه برن. بله، ما همه چیزمون باید فدای رسول الله باشه. ما هیچ وقت از دینمون، از پیغمبرمون کوتاه نمیاد. 3، در نکوداشت استادان خودش، حرمت اساتید خودش رو نگه می داشت. بله، یه استادی ایشون در فلسفه داشت، مرحوم آیت الله العظمای شاه آبادی، که حکمت و عرفان رو امام از ایشون آموخت. هر وقت به آیت الله شاه آبادی میرسه این طبیعه روحی له الفدا، روحی له الفدا. 4، احترام به شاگردان، احترام به شاگردان، احترام به رزمندگان. فرمود من دست و بازوی شما را میبوسم و بر این بوسه افتخار میکنم. تو یک جا فرمود امیدوارم که فردای قیامت خدای من مرا با بسیجیانم محشور کند. رفتار اجتماعی امام: حمایت از محرومان و مستضعفان. فرمود که من 1 تار موی این کوخنشینان و محرومان را با صدها کاخنشین عوض نمی کنم. امام در دل محرومان جا داشت. و آخرین نکته را بگم: اخلاق و سیره سیاسی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. 1، حسن مدیریت. حسن عزیزان، انقلاب به پیروزی رسید، جنگ داخلی شروع شد. پشتش جنگ حمله صدام به ایران شروع شد. در 1 روز رئیس قوه قضائیه ما با 72 نفر شهید شدند. 2 ماه بعدش رئیس و جمهور و نخست وزیر شهید شدند. علامه مطهری رو از ما گرفتن، شهدای محراب رو از ما گرفتن. کی تونست حکومت رو مدیریت کنه؟ امام رحمت الله علیه. قانونگرایی خیلی مهمه. قانون گرایی، اونی که برای امام مهم بود
اجراع درسته بفرمایید، قانونگرایی بود. 3 تکلیفگرایی، عمل به تکلیف. فرمود ما مأمور به وظیفه هستیم، مأمور به نتیجه بفرمایید نیستیم. ما به وظیفه عمل میکنیم، پیروز شدیم نشدیم. تکلیفگرایی. عدالت خواهی. 5 یا 6 اهتمام به نقش مردم و تکریم به مردم. بله، لذا حکومتی که ایشون بنا گذاشت گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر. بله، جمهوری یعنی نقش دادن به مردم. اما ما جمهوری سکولار نمیخوام جدای از دین، نه، جمهوری اسلامی نقش به مردم هم داد. و آخرین نکته، شجاعت و قاطعیت همراه با انتقاد پذیری. خدایا به روح بلند امام قسم میدهیم عمر خلف سالش مقام معظم رهبری را طولانی بفرما. خدایا روح امام عالی است متعالی بفرما. ما را ادامه دهنده راه امام قرار بده. همه ما را از زمین سازان ظهور امام زمان قرار بده. اجازه میخوام در پایان مجلس از همینجا دلها رو روانه مدینه کنیم. قبرستان بقیع کنار قبر بی شمع و چراغ امام باقر علیه الصلاة و علیه السلام. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله. همه با هم زمزمه کنیم. یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی یا وجیها عند الله اشفعنا عند الله. آقا 5 سال داشت تو حادثه کربلا، حاضر بود، بچه 5 ساله بود امام باقر. یه زبان حالی داره، من ذاکر انا الیه راجعونم، من خاطرات جانگداز دشت خونم. میگه اگر خاطره کربلا رو میخوای بدونید بیایید از من امام باقر سوال کنید. من 5 سال داشتم تو کربلا بودم، دیدم عموی 6 ماهم را با تیر 3 شعبه شهید کردن. با چشم خودم دیدم جد غریبم را سر بریدن. خودم دیدم عمه جانم زینب را تازیانه می زدن. من سینم پر از این خاطرات. من ذاکر انا الیه راجعونم، من خاطرات جانگداز دشت خونم. در کربلا بودم صغیری 5 ساله، همراه بابایم مرا بردن اسیری. یه بیت انشاءالله نالتو بلند کنه. دیدم پرستوهای دین را پر بریدن، دیدم پرستوهای دین را پر بریدن. در قتلگاه جدم حسین را سر بریدن. آی مردم شما نبودید، منم مثل عمه جانم دیدم. و شمرو جالسون علی صدره، شم با خنجر رو سینه جد غریبم حسین نشست. هر کجا اصلی بگو یا حسین یا حسین یا حسین نسألک و ندعوک
باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.